وزیر کار دروی فرانسا جارکدن هلوستا خویا جبو سوریه و بتایبت جبو کردان نشان دایه ده نامه که خود دبیجه کو کرد هفکار وانن و قد دفجوان برنادن هر وکی بشتراس کریه کو دوی مافی کردان همو ده سوریانو ده ور ناسکرن وزیر دروی فرانسا اشکره دکه کو او تم به فرماندار قصده مظلوم عبدی ده نوا دانستاندنا ده هر وکی رادگینه کو وان نابنکاری ده نابرا کردان و ترکیه ده کریه جبو کو بگهجن چاره یکه وزیر دروی فرانسا جان نویل باروت برسف دا نامه سناتور پاسکال سابودلی و گوت کو فرانسا کردین سوریه ده پاریزه و هولدان خواهین دیپلوماتیک این جبو آرامی الهرم دوام دکه. باروت ببیرخست کو فرانسا روشا کردین سوریه به تایبت شوبینه و بزندیبونا داعش فرانسا ده چارچوبه کوالسیونا نابنتویده لگل قصد تیکوشین کرد. باروت دست نشان کرد که لسوریانو دوی ماف کرد رنگکی تام و ولاتین وکهب بجداری جنوب آواکرنا جواکا سوریه ببن دوی همو مافین کردان ورن ناس کرن. وزیر فرانسا بالبر سر هفدیتناوی یا لگل فرماندار قصد آل لهولیر و اشکره کرد که او تم بعبدی را دنابا دانستاندنا ده هروا اشکره کرد که او هول ددن بیکرنا کردین سوریه به دردورن هرمیر مسوگر بکن. باروت اشکره دکه که وان نابنکاری کردین سوریه و رایدارن ترکیه کرد و وان بانگ ترکیه کریه که داوی لروشا شربیه.